توی ویدیوی امروز با من همراه باشید، بریم با هم اکانت مایکروسافت رو بسازیم. سلام دوستان، بعد یه غیبت طولانی در یوتیوب برگشتم با اولین ویدیو در سال جدید. امروز میخوام نحوه ساخت اکانت مایکروسافت رو بهتون آموزش بدم که در واقع همون هاتمیل یا اوتلوک هستش. برای ساخت اکانت کافیه وارد سایت microsoft.com بشید، روی این دکمه بزنید، گزینه Create One رو انتخاب کنید. اینجا باید آدرس ایمیل دلخواهتون رو وارد کنید. حتما دامنه ایمیل رو hotmail.com یا outlook.com تایپ کنید. میتونید با جیمیل هم داخلش اکانت بسازید، ولی برای سرویس های مختلف مایکروسافت اکانت هاتمیل یا اوتلوک لازمه. پسورد دلخواهتون رو برای ایمیل تایپ کنید، اسم و فامیلیتون رو اینجا وارد کنید، تاریخ تولدتون رو به میلادی وارد کنید. برای اینکه مطمئن بشه ربات نیستید، باید چالشی که بهتون داده رو حل کنید. کافیه تصویر سمت راست رو با انگشت ها همجهت کنید. و همین راحتی اکانتش رو ساختیم و میتونیم توی سرویس های مختلف مایکروسافت مثل ویندوز، کوپایلوت، ایکس باکس و حالا موارد دیگه از اکانتش استفاده کنیم. در کنارش میتونید اپلیکیشن اوتلوک رو هم نصب کنید و از سرویس ایمیلش هم استفاده کنید. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه. سعی میکنیم امسال مثل کانال تلگرام فعالیتمون رو توی یوتیوب هم بیشتر کنیم و ویدیوهای بیشتری رو براتون توی کانال بذاریم. اگه این آموزش رو دوست داشتید حتما لایکش کنید و برای دوستاتون هم بفرستید. شاد و سلامت باشید تا یه ویدیو یا آموزش دیگه. خدا نگهدار.